شغل باور نکردنی بازیگرانی که به خارج از کشور مهاجرت کردند. در سالهای اخیر بازیگران بسیاری به خارج از کشور مهاجرت کردند و خوشبختی رو در خارج از کشور جستجو کردند. در این بین جز تعداد بسیار اندک که در حرفه خود یعنی بازیگری موفق بودند، مثل گلشیفته فراهانی یا زهرا امیر ابراهیمی که چند جایزه بین‌المللی هم دریافت کردند، به جرئت میتونیم بگیم اکثر بازیگران به آنچه فکرشون میکردن نرسیدن و حتی اکثرشون از بازیگری فاصله گرفتن. بازیگرانی که در زمان حضور در ایران جزء ستاره ها بودند. در ادامه به معرفی شغل عجیب و باور نکردنی بازیگران در خارج از کشور میپردازیم. لایکو بزنید و همراه هم باشید. فریبرز عرب‌نیا، این بازیگر محبوب که با سریال مختارنامه به اوج شهرت رسید، سالهاست که به کانادا مهاجرت کرده و از زمان مهاجرتش هیچ اثر هنری از او ندیدیم و او به کلی از حرفه بازیگری فاصله گرفته و در حال حاضر راننده آمبولانس است و مریض جابجا می‌کند. البته او در مصاحبه‌ای از شغلش ابراز رضایت کرد. ارژنگ امیرفضلی، این بازیگر که اکثرا در فیلم و سریال‌های کمدی به یاد داریمش هم مدتی است که به کانادا مهاجرت کرده. او هم از بازیگری فاصله گرفته و در یک ویدیوی منتشر شده اعلام کرده راننده تاکسی اینترنتی است و اموراتش به سختی می‌گذرد. سحر قریشی، این بازیگر پرحاشیه هم پس از مهاجرت به ترکیه و ازدواج و طلاقش با امیر تتلو به دبی مهاجرت کرد و در آنجا کار خرید و فروش ملک انجام می‌دهد و به کلی در سالهای اخیر از بازیگری فاصله گرفته. حمید فرخ‌نژاد، این بازیگر محبوب سینما که جزو گران قیمت‌ترین بازیگران سینما و نمایش خانگی بود، پس از آخرین سریالش در شبکه نمایش خانگی یعنی سریال سقوط تصمیم گرفت برای همیشه ایران رو ترک کند و به آمریکا مهاجرت کنه. او غیر از اجرای تئاتر خانه امن که با حضور بازیگران خارج نشین روی صحنه رفت و به توفیق چندانی هم دست نیافت، در هیچ اثر هنری حضور نداشته و بیشتر وقت خود را در کنسرت‌های افراد مختلف می‌گذراند و از بازیگری بسیار فاصله گرفته. ویشکا آسایش، او یکی از متفاوت‌ترین بازیگران سینما است که با نقش خانم داراوی در فیلم ورود آقایان ممنوع رامبد جوان به یاد داریمش. او مدتی است به کشور فرانسه مهاجرت کرده و در پاریس زندگی می‌کند و شواهد نشان می‌دهد که آرامش را در جای دیگری یافته و علاقه چندانی به حضور جلوی دوربین ندارد. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید، لایکو بزنید تا ادامه بدیم. برزو ارجمند و احسان کرمی، این دو دوست جدا نشدنی هم چند سالی است که به آمریکا مهاجرت کردند. آنها ابتدا به همراه چند هنرمند دیگر در تئاتر خانه امن روی صحنه رفتند و بعدها نمایش پازل را روی صحنه بردند که خیلی موفق نبود. برزو ارجمند که در اکثر آثار مهران مدیری نقش آفرینی می‌کرد،